ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر شما. و اما موضوع این برنامه راهکارهایی برای مقابله با حملات سایبری به همت محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارائه شد. دوستان جوان خیلی خوش آمدید به برنامه راهی که رفته‌ایم. من پروین کرمی هستم. به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. لطفاً تا پایان همراه ما بمونید. برای اینکه اطلاعات بیشتری در مورد این خبر به دست بیاریم گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر محمد مهدی احمدیان، دکترای آیتی و رتبه اول در جشنواره رسانه‌های تقاضا محور وزارت علوم در دانشگاه صنعتی امیرکبیر. آقای دکتر احمدیان سلام و درود به شما. بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. در خدمت شما هستم. متشکرم از اینکه وقتتون رو با ما سهیم شدید. آقای دکتر احمدیان در مورد طرحتون خواهش میکنم برای شنوندگان عزیزمون توضیحات بیشتری بفرمایید. خواهش میکنم. قطعاً مسئله امنیت سایبری یکی از مؤلفه‌های مهم در حوزه امنیت ملی و پایداری ملی است. شاید ما اخیراً با اتفاقاتی که متاسفانه در لبنان و انفجارهایی که اتفاق افتاد روی تجهیزاتی نظیر پیجرها و سایر تجهیزات الکترونیکی آشنا شده باشیم. این گونه حوادث از سالها پیش از این برنامه‌ریزی شده. به عنوان مثال ما در سال 1982 در جنگ سردی که داشت اتفاق می‌افتاد شاهد این بودیم که روس‌ها دنبال یک سری نرم افزارهای کنترلی بودن برای که بتونن خطوط لوله گاز رو توی سیبری کنترل و مانیتور کنن. بله. در آن زمان با توجه به اینکه این تکنولوژی ها و اون فناوری وجود نداشت در روسیه، CIA امریکایی ورود کردن، از این ضعف نهایت استفاده رو در جنگ سرد کردن و در نهایت در مجموع تجهیزات و نرم افزارهایی که خرید شد توسط روس‌ها اون اهداف بدخواهانه خودشون رو که شامل یک سری بدافزار ویروس بود رو در این تجهیزات گنجاندن، به این معنی که میتونستن یک اختلال رو در بازه زمانی که میخوان در اون تجهیزات ایجاد کنن. و ما شاهد این بودیم که اون مجموع تجهیزاتی که در خطوط لوله گاز در آن زمان در حال استفاده بود در سیبری بالغ بر 10 میلیون بار فعالیت معمول داشت. یعنی تجهیزات داشتن سالم کار خودشون رو انجام میدادن و هیچ مشکلی وجود نداشت. اما متاسفانه در 1982 دو انفجار مهیب اتفاق افتاد که حجم انفجارها برابری میکرد با حدود 3000 تن TNT. تصور کنید یک بمب هسته‌ای کوچک. میخوام بگم این خرابکاری‌های صنعتی موضوع امروز ما نیست. و بعد ما متاسفانه در کشور خودمون شاهد اتفاقاتی بودیم مثل سال 1388 شمسی. ما در مجموعه اتمی خودمون متاسفانه شاهد یک بدافزار به اسم استاکسنت بودیم. بدافزاری که قدرت تخریب بالایی رو داشت. در سال 1391 مجموعه حملات سایبری رو علیه زیرساخت‌های نفتی کشور داشتیم. در سالهای اخیر حملاتی رو علیه صنایع معدنی و فلزات و حتی 2 بار حملاتی در جایگاه‌های سوخت کشور بودیم که قطعا همه مردم عزیز کشور ما این موارد رو دیدن. بله. کاری که ما انجام دادیم در قالب حالا رساله‌ای که همونطور که شما فرمودید در وزارت علوم در سال گذشته توانست رتبه اول رو در کل گروه فنی مهندسی کسب کنه، ما تلاش کردیم در ابتدا یک چارچوب برای مدیریت ریسک سایبری ارائه کنیم. در واقع مؤلفه‌های مختلفی که این حملات، این تهدیدات وجود داره رو تاکید می‌کنم به شکل دقیق، منطقی و قابل دفاع که بتوان اون رو فارغ از روش‌های سلیقه‌ای پر کرد، تکمیل کرد. به کمک این چارچوب بتوان مخاطرات یا ریسک هایی که وجود داره رو شناسایی کنیم و این ریسک ها رو نه تنها کاهش بدیم بلکه در مقابل حملاتی که هدفمند هست، حملاتی که میتونه حوزه اتمی یک کشور رو تحت فشار قرار بده، میتونه زیرساخت‌های ویژه حیاتی، بله، زیرساخت‌های مهم یک کشور رو بهش نفوذ در واقع انجام بگیره و اون رو تخریب کنه. راهکاری که ما در مجموعه دانشگاه امیرکبیر ارائه کردیم این قابلیت رو داره که به شکل علمی و عملی ریسک این مدل حملات و تهدیدات رو در زیرساخت‌ها به حداقل برسونه و کمک کنه که صنایع کشور در مقابل این مدل حملات به نسبت امنیتی بالاتری داشته باشه. بسیار هم عالی. آقای احمدیان، چقدر شما با نسل جوان کار کردید؟ خروجی
تکنولوژی این کاری که ما خدمت شما در دانشگاه امیرکبیر عرض کردم داریم در نهایت منجر به ثبت یک شرکت دانش بنیان شد که توانست چندین کار رو با کمک جوانان این مرز و بوم برمغان داشته باشه. ما در این شرکت دانش بنیان توانستیم برای اولین بار در کشور با استفاده از نخبگان جوان کشور گواهی امن‌سازی، مقاومت‌سازی سامانه‌های زیرساخته و سرویس‌های صنعتی رو بگیریم. انواع گواهی‌های مختلف در بخش دانش بنیانی از معاونت محترم علمی ریاست جمهوری و همچنین از سازمان‌های زیرفت ما دریافت کنیم. عمده توان ما پتانسیل نیروی جوان ماست که ما چه در مجموعه مرکز پژوهشی آب‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همچنین در شرکت دانش بنیان استقبال می‌کنیم از نیروهای متخصص، کارشناسان، دانشجویان اگر علاقه‌مندن در این حوزه همکاری بکنن ما به جد مایل و همکاری هستیم. با توجه به صحبت‌های جناب عالی من متوجه شدم که کاملا حمایت شدید از طرف مسئولین زیربط، درسته؟ بله، معاونت علمی ریاست جمهوری، همچنین مرکز راهبردی افزایی ریاست جمهوری، سازمان محترم پدافند غیرعامل، مجموعه خود دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجموعه‌ها وزارتخونه‌های مختلف. به عنوان مثال ما در مجموعه وزارت نیرو در قالب قرارداد پژوهشی تونستیم رتبه برتر ملی پژوهشی رو در سال 1400 در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو به دست بیاریم و حمایت‌هایی رو از این مجموعه‌هایی که عرض کردم ما در این سال داشتیم که ممنونم از همه این بزرگواران، ولی به جد نیازمند حمایت‌های بیشتر هستیم برای که ما دستاوردهای زیادی در بخش تولید محصول داریم انجام میدیم که کمک کنیم به صنایع. اگر هر کدام از ارگان‌ها و وزارتخانه‌های صنعتی تاکید می‌کنم چه نیاز به این خدمات دارن و چه در واقع تمایل دارن حمایت کنن که میزان امنیت صنایع اونها بالاتر برود، ما در شرکت دانشگاه و همچنین در مجموعه آب‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر این تمایل رو داریم. بسیار عالی. درود بر شما آقای دکتر احمدیان، خیلی ممنونم از اینکه با ما گفتگو کردید. با شما خداحافظی می‌کنم.